ساکنان دهه چهارقشلاق آثار خرابی‌های مناقشه روزهای 14 تا 17 سپتامبر را پاک می‌کنند. در این دهه ناحیه اسفاره که در مرز تاجیکستان با قرقیزستان جای دارد، ده‌ها منزل زیست خراب شده است. این دهه صبح روز 14 سپتامبر مورد حمله قرار گرفت. عبدالله یوسفوف به خانه شده است. حادثه همین شد که در وقتی ساعتی 5:30 سحر بود، همین اخبارا از طرف قرقیزستان تیر و تفنگ و مخالکه زد ما گریختیم. بچه ها ما گرفتیم، جانا ما گرفتیم. همه کوچه ها مانده بیملال گشته نمیشه می اندازه. در 65 سالگی به خانه در ماندم من خانه ها ولنگاره. ساکنان دهه چهارقشلاق در جماعت چهارکوه بارها از درگیری‌های مرزی زیان دیدند. 4 مراتب همینجند جنگ شد. خانه زیارتخان بار 4 است که ولنگار می شود. هر وقت شده باشد 4 مراتب. همین دمی سحر کودکا، زنها، مردها همه خواب یک بار تیر تفنگ همون طرف ما هم سرحد قرقیزستان. همون طرف یک بار تیر تفنگ تبوشش میبره. طرفی بالاند زن و فرزند و بچه های همه یک بار پاک ترپ سار شده بر اساس گنده یک دخترچه 13 ساله صنف نهم زدم وفات کرد. آتش من احوال خانه ها زن کوه های کجا گرفتن نمیدانیم. خانه احوال شبیه مقامات هنوز آمار تلفات را در این دهه نگفتند. تمام بچه ها مرد، کودک ها مرده رفته است. من خونه در احوالش من. تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را در آغاز حمله عیبدار میکنند. ساکنان نظری دیگر دارند. آدما زن و کودکش گیرم گرفتگی نبود. اگر ما سر میکردیم موجه بخبر نشدیم موجه همه زن و کودک ما گرفته میگرفتیم. اوزی بینید همین دهه خودمو فقط اساسا مردگی ها همون مردم اسایشته مردن. کودک دار همون صنف دهم خان بود به فکرم همون دختر مرد. اگر ما سر میکردیم ما گرفته میگرفتیم. در دهه چهارقشلاق 5,500 آدم زندگی میکنند. حالا اکثر آنها به سرپناه مانده‌اند.